سلام و درود به همگی شما دوستان گرانقدر. به قسمت سوم گیم پلی من از بازی رزیدنت اویل زیرو خوش آمدید. امروز من مشخصا خیلی ذوق دارم برای این ویدیو، به خاطر اینکه اولین بار در فاکینگ زندگیمه که دارم روز، در واقع غروب، بخوام دقیق تر بگم غروب دارم ویدیو ضبط میکنم و کسی خونه نیست و من خیلی خوشحالم چون که هیچ صدایی در بک‌گراند نیست و روزه و من مجبور نیستم که ولوم صدام رو کنترل کنم. بریم که داشته باشیم قسمت سوم رو. خب خب الان ما چند تا کار باید انجام بدیم در این قسمت. اولیش اینه که یکی از قفله های کیفه رو هنوز پیدا نکردیم، اگر قسمت قبلی رو دیده باشید. یکیشو ولی پیدا کردیم خوشبختانه. و اینکه یه جایی اون ته قطار هست که هنوز بهش نپرداختیم. بیرون قطار، ته قطاره یه دستگیره داشت. حالا الان میریم میبینیم دیگه. من مگه لباس اینا رو عوض نکرده بودم؟ قبل از اینکه سیو کنم عوض کرده بودم؟ I don't know. خب بابا حتما باید رو به در باشم تا کلیکم رو در کار کنه. مسخره بازی. خب یه دقیقه من سرعتی لباس رو عوض میکنم. بله سرعتی لباس رو عوض کردم. حالا میتونیم بریم دنبال. یه مقدار من دیلی دارم. امیدوارم که الان دیلی یه مقدار بهتر شده باشه. تست میکنیم. خب دیگه دیلی من نمیبینم در حال حاضر. خب الان با کجا بریم اصلا؟ الان یه دونه زیرگذر چیه؟ یه چیزی تو اون آشپزخونه بود، ربکا از توش رد شده بود. وای لعنت بهش. خب من چرا با بیلی نیومدم؟ چون باید با بیلی میومدم. بیا داداش بیا هم دیگه بریم. یه ذره زامبیا حس میکنم زیادن الان. اوکی. حس میکنم واقعا کشتن زامبیا خیلی بیهوده است. اگر جایی بتونم ردشون کنم باید رد کنم، چون که تیر باشه برو. اوه هدشات زد بیلی، پشمام. دیدین؟ کلش ترکید. من تا حالا هیچ هدشات نتونستم بزنم خودم با کاراکترهای که خودم دارم کنترلشون میکنم. ربکا که بازم چیزه که اوکی. خب اینجا یه سری چیز داریم، یه سری وسیله داشتیم که باید بیلی جان بر می داشت. چرا؟ چی دارم میگه؟
من اینو استفاده نمی کنم الان آخه. یه مقدار میدونی چی کار میکنم؟ یه کار خیلی عجیبی میخوام بکنم. اینجا نها کن، اینجا نها کن. حالا ریلود میکنم. اون 15 تا تیر الان باید رفته باشه، درسته؟ یس. جینیس. خب حالا میتونم اون شاتگان فلان رو بردارم. خود شاتگانه رو دارم مثلا. بله خب الان میریم اینجا. این همون در ته قطاره بود که عرض کردم خدمتون. اینجا فکر میکنم یک نفر باید اینجا وای میستاد، یا اصلا نمیدونم که باید اینجا وای میستاد یا نه. صرفا ترسم یه اتفاقی بیفته. ربکا رو میذارم اینو بگیره. این قفلش باز شد. اوکی خب این چیه؟ You need 2 blocks to carry this item. برای همش واقعا چاقو چقدر نیاز میشه؟ نه واقعا فکر کنم نیاز میشه. متاسفانه واقعا فکر کنم نیاز میشه. من این گسولین رو میندازم. این دوتا گسولین رو اینو میندازم با ربکا. این دوتا رو میدم ربکا، اونو خودم برمیدارم. واقعا فکر کنم یه راهی که دارم همینه دیگه. ربکا جان بیا مادر. خب همین وسط توی ایستگاه آخر چیز اونا رو بندازم. خیلی عجیبه. لیو میکنم این رو هم لیو. نه بریف کیس. وای من اونو جان کردم تا برداشتم. بیا اینو بردار. نه بریف کیس چیه؟ بریف کیس رو نه غلط کردی بندازی. اصل کاری همینه. بذار ببینم الان با چیو میخواستم آخه بندازم با این دختره. گسولین. اوکی گس تانک. خب دیگه چرا یهویی با ربکا برمیدارم دیگه اینا؟ چه کاریه؟ 2 ساعت اونو از این به این انتقال بده، اینو از اون به اونم. وای نه عجب خری هستی. کاراکتر رو یادم رفت کنم. خب برش دار. هوکشات یه چیزی مثل اون بازی Assassin's Creed Syndicate مانیوالشه. This device should only be used when inspecting difficult to access car roofs or when connecting special trains. Return to its proper location after use. Okay, where to use? There is a ladder outside the small window by the first floor section door of the 3rd carriage. همون جایی که اون نردبونه است که هر دفعه روش کلیک میکنی میگه it's of no use now. Fire the device so that it hooks high onto the ladder. Using the winch to climb. After securing the hook, use the winch to lift yourself up. This grappling hook can only lift 1 person at a time.
Be aware that the unit may be damaged if lifting more than 80 kilograms. از اونجایی که بیلی قطعا بیشتر از 80 کیلوه با اون همه ماهیچه و اینا، فکر میکنم که ربکا اصلا بعد از اولین رو برمی داشت. خوب شد با بیلی این کارا رو نکردیم. خب من کاری که میکنم اینه که با بیلی میریم گسولین مسولین. این چیه؟ locked looked unlooked looked locked نباید باشه یا نه؟ looked نگاه کرده شده، نگاه نکرده شده، نکرده شده، نکرده شده. unlooked دیده نشده، دیده شده. code number. There's a hand operated brake here. Where? اینجا از این کلید میلیدا فکر کنم میخوره میندازن مثل هواپیما. نه مثل قطار فکر کنم، نمیدونم. You need a magnetic card to open it. مثل این که کلید نمیخوره، کارت میخوره. خب این رمزه رو که من ندارم که. نداریم فعلا نداریم. بریم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. زامبی نباشه خواهش میکنم. اینجا دریه، این چیه؟ آها شاید میفته بیرون قطار. واقعا شاید میره بیرون قطار. الان با کجا باید بریم اون نردبونه رو من بیارم پایین. کاش زامبیا نباشن الان پشت این در، وگرنه ناراحت میشم واقعا. آفرین. وای من حالم از این که وقتی دوربین عوض میشه تنظیمات حرکت کردنش هم عوض میشه به هم میخوره. البته نه منطقی بخوایم فکر کنیم درستش هم همینه. اینجاست. خب اینجا من دیگه من چرا اومدم رو بیلی؟ چون خنگم. اینو یوز ها؟ Don't need to use this right now. حتما باید جلو پنجره وایستم اینو یوز کنم. کلیدهای اشتباه نزن دیگه مارال. اوکی. خب ببینیم که این بری نمیتونم برم. نه بری نمیتونم برم. خیلی هم ترسناک به نظر میاد. همون بهتر که نمیتونم برم این بری. اوکی. این بر من چیز دیگه ای نمیبینم. حقیقتا فکر کنم ابجکتیومون همینه دیگه. باید بپریم اینجا. It looks like there's a passenger cabin below the crack. Jump down the rack. Yes. Bye. برو خدا. نه من تو کاشنم منو نخور آشغال. اوکی. این چیه؟ دینجرم الان. به عالی شد. نه چرا کاراکتر رو عوض میکنی زن؟ من فکر میکنم که
مجبورم اینو استفاده کنم خاطر اینکه دیگه دینجر یه مقدار خطرناکه وضعیتش. جولری باکس، جولری باکس. باز نمیشه. Looks like a case for holding jewelry. Open. Yes. این قفله واسه کیف است. Yes. الان میتونم اینا رو کامباین کنم و یه دونه اسلات هم باز میشه. Yes. I'm so happy. Yes. examine. Yes. اینم واکن دیگه. اینم واکن. Yes. I'm so happy. blue key card. Yes. خب بلو کی کارد رو الان باید چیکار کنیم؟ آها باید بریم باش اون دره که کی کارد میخواست، اون یارو کنارش افتاده بود، اون باید بریم اون رو واکنیم. خب الان یه دونه اسلات دارم، میتونم یه چاقو بردارم. This room is furnished with a single bed. It's soaked from the rain. چیه اینجا؟ ایو وای شبیه اینجا اصلا کجاست؟ یعنی من از تو سوراخ در الان اینو دیدم؟ یعنی الان نمیتونم برم بیرون؟ من اینو برمیدارم. اگه برم میتونم برم بیرون. انگار نه، انگار که الان یه مشت حلزون اونجا بود. ای ایو 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 این بری نمیتونم برم؟ هیچ. اوه دود فهمیدم کجا دارم میرم. یس به خدا اگه به خاطر همینا الان کاشن شده باشم جیغ میزنم. این همون دره بود که بسته بود تمام مدت. الانم بیلی این زیر وایساده. بله Follow me. Follow me. بله Follow me. الان دارم درست میرم میره درسته؟ آره درست. دره همینجا بود. آها یه دور این کار رو کردیم. بچه ها چی کار میکنیم؟ سیو میکنیم بعدن داستان نشه. چیزا دست کی بود؟ این کریبنا دست بیلی بود. بیلی جان بیا سیو بکن خاله ببینه. There's a typewriter. Yes. بله اوکی. الان میتونیم بریم بیرون. کاش با هم دیگه رفته باشیم بیرون. یس اوکی. این بره بریم. بیلی بیا با من. آفرین خوشگله پسر. خب عجب. خب حتما من باید رو این بزنم اینو یوز کنم. نه حتما باید رو اون حتما من باید یه دور رو اون بزنم. نه بله. The door is now unlocked.
You won't be needing this card anymore. Throw it away. باش. من به تو اعتماد کردم بازی. 2 روز دیگه بعدا نیایی بگی. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. ها. Over. Oh. Understood. بازی تمام شد. This does not make any sense. اینا کیه؟ How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. من تو ترینم. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes to. Oh no. Oh no. داداش به چی داری شلیک میکنی؟ به نظر هیچ کدوم از اون تیرا به اون حلزون هم میخوره؟ اصلا بخورن تأثیری داره؟ 200,000 تومن. میریم دیگه چی بکنیم؟ وای الان اینا هم بلند میشن که The engine chamber is badly damaged. There's no way to fix it. باش. Oh dude, that has. او رسیدیم به کابین راننده. او الان این سر قطاریم. Cool. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Gotta stop this thing. Brake operation manual. Using the brake control, the following 3 steps are necessary to operate the brakes. Step 1, activating the controls. Brake controls are located in the following locations. First car's driver's compartment. Huh? Rear deck of the 5th car. To activate the system, you must insert the magnetic card into the device in the 5th car. همون جایی رو فکر کنم میگه که اون چیز دیدیم رمز میخواست عدد داشت و فلان اینا. Oh. Okay. This will supply power to both sets of controls. Okay. Enter the rear deck code. Enter the code for the rear deck unit to release the lock. After this, the driver's compartment code can be entered. Enter driver's compartment code. Enter the code for the driver's compartment unit to remove the lock. Upon completion of these 3 steps, the manual brakes can be used. حالا من دقیق باز Oh, who will stay behind? 2 نفری نمیتونیم بریم؟ بچه ها ببینید بیاید منطقی برخورد کنیم. ربکا تقی به توقی میخوره از فاین میشه دمجد، ولی بیلی اینطور نیست. نتیجتا من ربکا رو میذارم بمونه و بیلی بره. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Okay. Billy, Be careful. باور کن. be careful. این چی؟ اینو بردار این فکر کنم خیلی چیزه. وای! You cannot carry this. Shut the fuck up. من چی کار کنم الان؟ اوکی سیف که من الان نمیخوام بکنم. فدای سرم اینو بردار. Yes, magnetic card. میترسم. وای بابا تایمر چرا به من میدی؟ من الان هممون میمیریم. الان هم من میمیرم هم هممون میمیریم. وای برو فقط بدو و فقط برو.
وای اینم نیست، اینم الان زامبی میشه. فاک مجبورم خداحافظ. کجا دارم میرم اصلا؟ آها اون سر قطار. اوکی اون آشپزخونه که اون دره بهش به اونجا از اونم. اوکی وای مجبورم. فاک ولم کن برو. وای اینم الان کلیه‌شو گرفته. فاک کاشون اسپریه رو به ربکا نمیزدم میدونی؟ خدا رو شکر هم یکی بود فقط. فکر کنم دیگه تموم شد نه؟ زامبیا دیگه تموم شدن. درسته دیگه. اینا چیان؟ بطری چی بود؟ بدو. اینجا این بر There's a hand operated brake here in the magnetic card to open it. حتما باید من این کوفت و وای از دینجرم shit. Operate the brakes. خب آها باید به اون عدده برسم. او با پر کردن او اوکی من نمیخوام اینو پاک کن. او اشتباه بود. فاک 9 16 3 1 23 9 تا دیگه بدیم میشه 32. نه یه 36 منهای 9 چند میشه؟ 36 منهای 9 میشه 17. این باید بشه نه 36 منهای 9 میشه 27. پس این باید یه 2 9 و 2. اوکی. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. وای فاک نو او شت این از اینا نداره. سه تا 27 تا 27 با 18 میشه 45 و 50 55 60 65 فاک 2 تا 1 درسته دیگه. فاک اوکی 9 7 میشه 63 تا 7 و 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9 7 میشه 63 تا دیگه. بعد الان یه دونه 5 میخوایم یه دونه 1 1 دیگه. سگ تو رو چجوری میشه؟ 6 9 تا 54 تا 7 9 تا اوکی. فاک میمیریم. مردیم 67 دیگه. 67 9 هفته میشه 63 تا. بعدش میمونه 4 تا یه 2 با یه 2 دیگه تمام شد رفت. چجوری نمیگیره؟ Resident Evil 0.
نکنه یه کد خاصی داره، مثلا یه عدد خاصی رو بزنم. خوب شد سیف کرده بودم. احساس میکنم در ناخودآگاه هم میدونستم که اون در کارتیه رو وا کنم، بعدش داستان شروع میشه تازه. دور تو سیف باشه دیگه. حالا وای چقدر موسیقی خوبه. یادش بخیر زمانی که موسیقی آروم بود و من قدرشو نتونستم. نمیشه من الان اینو یه هدشات بزنم مثلا همین الان بمیره؟ اصلا هدشات هم نمیتونم بزنم. کی گفته من اصلا میتونم هدشات بزنم؟ خب باشه. شست و هفت. اوکی اینو من از اونا میکنم، اسکیپ میکنم. خب خب باشه دیگه. Break operation manual using the safe فلان بسار exit. Rebecca will stay behind. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy, Be careful. be careful. Yeah. عجب خریه. وای وای اینو نمیتونم بردارم منو. چه اینو بذار. اینو بردار. وای تیر خوب شد تیر رو دیدم. فاک ببخشید صداشو. امیدوارم که کم کرده باشم و نترسیده باشید، ولی واقعا فاک میدونین چون 15 تا دونه تیر فکر کنم بیشتر ندارم. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Fuck this shit. Fuck this. وای اینم بلند شده. به به عالی شد. بمیر دیگه. خورده اعصاب ندارم. حالا مردنشون هم اوکی نمیخواد بمیرن، فقط یه بار بیفتن. وای 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 بنداز اینو پرت کن بقیه‌شون هم بیفتن. آفرین 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 آفرین. چه حرکت قشنگی. ایده خوبی بود. یکیشون بیاد گازت بگیره بقیه‌شون هم پشتش جمع شن. یکی رو بندازی بقیه هم بیفتن. عالی. اینو ولی باید بزنم. یکی بود ایول. Freight car. Okay. کدشو یادم نمیاد الان. این کد نداشت آخه. این فقط باید چیز میشد اینجوری برابر میشد با اون عدده. And operated باشه.
81 فاک 9 تا 82 تا او 82 تا نمیشه دیگه. اوکی منطقیه. 1 8 1. Okay. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. وای بابا خب 5 نه نمیشه. این نمیشه. این نیست. 3 تا 36 10 3 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 4 تا 40 تا 1 2 3 4 5 20 تا اینجا 24 28 32 بچه ها نکنه اون دفعه هم 36 بود من 63 دیدم. نه 67 نه 67 بود اصلا. واو من فکر نمی کنم هیچ انسانی سالم بتونه در بیاد از اون قطاری که اونجوری ترکید. او نو Wake up! نکنه دوباره تایمر بده. Rebecca. I'm here. Are you all right? Hey, we managed to stop the Great. train. Yes, we managed. We have to find a way out. خب الان نکته ای که وجود داره او نو 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 او نو 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 آتیش میمیرم الان. مردم من دوباره اون سکشن رو نمیرم وای باید همش رو دوباره برم. 6 7 8 9 fucking math dude. من مثلا هم ریاضی خوندم تازه. باش خب الان سوال اینجاست که من اگه الان بمیرم دوباره داستان داریم. باید بریم این تو ولی. Are you all right? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. بریم بره. اوکی. سلامی دوباره. من موفق شدم که نمیرم و رفتم تو اون اتاقی که باید میرفتم و اون زامبی های آتیشی هم ما رو نکشتن. آره
اولا بیلی جان ما رو ما اینجا نه کویت میکنیم اینو. شاتگان شلامونم تموم شد کلن. به به. ربکا تیر نداره. ربکا داره تیر. اکسچنج میکنیم. همه یه سیتا رو دیگه نده حالا به نظرم. ربکا ریلود میکنه. اونم 11 تا داره. اوکی. خب حالا این چیه؟ هر دوتامون تو کاشنیم. Climb up the ladder. من اصلا حتی نمیدونم چی کجا میره. Oh no. The Umbrella Research Center? What? چه شانسه که با اون قطار اینجا افتادیم. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. من روکیم. I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? چه با افتخارم میگی؟ On Umbrella. خب این دیگه ریونج نیست که. اون چجوره آهنگ میخونه اونا میان؟ چه مکانیزم جالبی داره این ویروس. ملت تو آزمایشگاه وایس. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? خب الان اینجا یه مقدار اون که هنوز کلیه‌اش رو نگه داشته. من الان اولین کاری که باید بکنم اینه که یه جا سیو کنم، چون من این همه راه رو دوباره نخواهم رفت. What is this؟ این یه بخشی از یه پازلیه 100%. There's something written on the base. When good and evil are brought into balance, a new path will be opened before you. حالا good and evil چیه؟ نمیدانم. اینجا در به چی باز میشه؟ تو رو خدا فقط زامبی نباشه. من دوباره برمیگردم. همینو برمیگردم دوباره. وگرنه No zombies please. چیه؟ اوه مثلا سالن کنفرانسشونه. با من یه جا میخوام سیو کنم. این چیه؟ Please insert system disk. System disk required to activate the release system. اینجا یه چیزایی هست. تایپ رایتر. Yes. Yes. میتونم سیو کنم.
آخ جون. شاتگانا رو که داداشمون برمیداره، اینو من برمیدارم و کورد دیتا یس. یس بالاخره سیف کرد. Conference room. با بیلی این رو بردار قربونت باشه. داداش اینو بر نمیداری نه؟ آفرین. اوکی من فکر میکنم که برای این قسمت کافی باشه. آره فکر میکنم برای این قسمت کافی باشه. این سکشن چی میگن این مرکز بیس آمبرلا رو در یک ویدیوی دیگه به طور کامل جستجو میکنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر بودید دم شما گرم، اگر نبودید هم بازم دم شما گرم. اشکال نداره، به هر حال پیش میاد. ناراحت نشدم از دست. همین دیگه، تا ویدیوهای بعدی. بای بای.